اگه مهمون سرزده برات اومد و نمیدونستی چی درست کنی که بیشتر پیش مهمونات باشی و کمتر توی آشپزخونه، پیشنهاد من بهت این مرغ خوشمزه و جا افتاده لبنانیه که با اون پیاز کاراملی دل همه رو میبره. کافیه همه موادی که برات مینویسم و توضیح میدم و بریزی توی قابلمه که قابلیت رفتن توی فرو داشته باشه. بعدم بذاریش توی فرو یه مرغ خوشگل جا افتاده تحویل بدی. البته این مرغو به غیر از توی فر روی گازم میتونی درست کنی و همینقدر نتیجه جذاب میشه. اول باید به مقدار زیاد پیاز خلالی ته ظرفت بریزی. بعدم مرغا رو روش بچینی و اون سوسی که ترکیباتشو کامل توی کپشن مینویسم و روش بریزی، درشو با فویل بپوشونی و بذاری توی فر. تو اون 2 ساعتی که مرغم داره توی فر میپزه، من یه برنج با ته‌دیگ تهچینم درست کردم که طرز تهیه اونم کامل برات توضیح میدم. فقط ببین نتیجه چقدر جذاب و هیجان انگیز شد. حالا بگو ببینم تا حالا غذای به این بی‌دردسری دیده بودی یا نه؟ اگه ندیده بودی و عاشقش شدی حتما سیوش کن و واسه چند نفر بفرست، چون مطمئنم وقتی مهمون داری به دردت میخوره و وقتی مهمونات بخورن عاشقش میشن.